آقای دکتر جراحی چطور پیش رفت؟ متاسفانه ما اشتباهی آلت شما رو قطع کردیم. چی؟ شما چه گویی خوردین؟ اینطور صحبت کردن اصلا برازنده خانم محترمی مثل شما نیست. خب بچه‌ها چند تا کویز ساده داریم. کسی میدونه معنای سکینه چی میشه؟ سعید مطمئنی جوابش این میشه؟ آره بابا همینه، خیالت راحت. استاد اگر کسی ازت 3 بار کینه بگیره میشه سکینه. آره تو سرت یه نمره منفی گرفتی. سوال بعدی، کسی میدونه حباب‌های توی عسل برای چیه؟ سعید تو بگو. رایدر مطمئنی جوابش همین میشه؟ آره حاجی، من علومم خداست. استاد چون زنبورا گوزیدن توش؟ تو سرت، تو هم یه نمره منفی گرفتی. سوال بعدی، رایدر قانون دوم نیوتن رو بگو. استاد من فقط آخرشو بلدم. خوبه باز تو نسبت به بقیه چیزی بلدی، همون آخرشو بگو که به آن قانون دوم نیوتن میگویم. هر سه تاتون گم شید بیرون. متاسفانه پرونده بیماری شما خیلی پیچیده است. وای چرا آقای دکتر؟ مریضی تو فصلی از درسمون بود که من اون جلسه رو پیچیده بودم رفته بودم قهوه خونه. خب دکتر تا چقدر دیگه زندم؟ 10 چی؟ 9 8 نکبارتون 7 6. مرحوم فرمودن بنده تشکر کنم از میهمانان عزیز و حاجی چقدر نسخ بودم. این دیگه صدای چی بود؟ کی اونجاست؟ مشاشم. خب چی کار میکنی اونجا؟ مشاشم. پشمام. سعید تو خیلی چفتی. اصلا هیچ استعدادی داری؟ آره حاجی من میتونم محاسبات ریاضی رو خیلی سریع حساب کنم. خب اینو حساب کن ببینم. 652 ضرب در 344 123. این که حتی نزدیکش هم نبود مومن، ولی سریع بود. نرینی بابا. خب خودت چه استعدادی داری چاقال؟ من میتونم خیلی سریع حرکت کنم. اینجا رو داشته باش. من که چیزی نمیبینم. خب خیلی سریع بود دیگه، متوجه نشدی؟ سلطیر کن بابا. رایدر از جا تکون نخور، ما بالاخره گیرت انداختیم. من همکارتم پاست خونش گیر انداختم. همکارش دیگه کیه؟ مشاشم. چی کار داره میکنه؟ مشاشه. خب بچه‌ها همین الان دنگاتون رو بزنید حسابم که جیبم بد خالیه. بریم دم آبربانک واسط بزنیم. حاجی من الان پول همراهم نیست. شماره کارتتو واسم بفرست رفتم خونه میزنم. یزید تو هر سری همینو میگی آخر سرم میری خونه میپیچونی. واقعا آدم لاشخوری هستی. راست میگه دهن سرویس. دنگ دیروز منم ندادی. آدم شو یکم دست از این لاشخوری بردار. برادرای من فقط این خداست که میتونه منو قضاوت کنه. رایده تو یه لاشخوری. ای بابا حوصله‌ام سر رفت. بذار یه فیلم ترسناک واسه زیدم بفرستم بترسونمش. یا خدا این دیگه چی بود؟ چی؟ عزیزم دوست داری واسه ولنتاین چیکار کنیم؟ بریم فلافل بخوریم. نه یه چیز رمانتیک تر. خب بریم زیر بارون فلافل بخوریم. آیا گویا موضوع شیوع آنفولانزا بابا خیلی سرم درد میکنه. میتونی بری داروخونه واسم یه قرص بگیری؟ پسرم من اگه حال داشتم برم داروخونه که تا الان اینجا نبودی. عزیزم باید راجع به یه موضوع مهمی باهات صحبت کنم. راجع به چی عزیزم؟ به نظرم ما دیگه باید از همدیگه جدا بشیم. تو خیلی به چیزای الکی گیر میدی نسترن. ولی من که نسترن نیستم. بفرما دیدی گفتم دوباره شروع شد. سعید و رایدر شما به علت تقلب از همدیگه صفر شدین. استاد ولی شما از کجا مطمئنید که ما تقلب کردیم؟ برای اینکه جواب یه سوال تو نوشتی نمیدونم، رایدر نوشته منم همینطور. بچه‌ها اگه از این کار خوشتون اومد حتما کارو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید و تو کامنت بگید در کدوم قسمت بیشتر خوشتون اومد. جکورتون